ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати романи сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 27-ро аз рӯи ин роман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 16. لیکن حلیم جان در حقیقت آدمی درست بوده است. بلی، از طبقه بایها هم گاها همین خیل آدمها برآمدنشان ممکن است. فیض الله خواجه هم از همین قبیل آدم است. البته این خیل آدمها خیلی مرکب می شوند، خطاها می کنند، لیکن فرقه کمونیستی لجامشان را داشته می ایستد. نباشد با آن کس باور کردن ممکن؟ پرسید باز کریم. ممکن، گفت تبسم کرده امینف. قسمی 17. کریم از اداره شورای ناظران به کوچه برآمده به ساعت کلانی بغلی خود نگاه کرد و دید که از 4-10 دقیقه گذشته است. اما هوا تاریک شدگی بر این به نظر می نمود. روی آسمان را ابرهای خاکستری رنگی چنگالود پوشیده گرفته بودند و نمی گذاشتند که شمالی سرد و زیده زیقی فضای بخارا را برهم زند. از هوا گویا بجای باران چنگی تیره می ریخت. کوچه ها، برگی درخت ها، دیوارها و در و دروازه ها به نظر چنگالود بر این می نمودند. خیریت که تابستان به آخر رسید، گفته از خیال گذرانید کریم. خیریت که اکنون شدت گرمی هوا پست می شود. نباشد در گرمی طاقت فرسا به جنگ باسمچیان رفته حلقق زده گشتن مشکل. بله، اکنون به جنگ باسمچیان برای دستگیر نمودن خائنی دیگر، برای دستگیر نمودن آریپف رفتن لازم می شود. کی گمان می کرد که عبدالحمید آریپف خیانت می کند؟ آخر وی 1 ساله 2 ساله انقلابچی نیکو. وقتی که در راه انقلاب جانبازی می کرده است، من کودک بودم. عجیب، آدمی عجیب، هم در راه انقلاب جانبازی کنو، هم به انقلاب خیانت. اما کی می داند عبدالحمید آریپف در راه انقلاب یا کی در راه عکس الانقلاب جانبازی کرده باشد؟ به امیر مقابل بودن معنای آن را ندارد که طرفدار خلقی مهنت کش است. بایها، سوداگرها، ملتچی ها و ترک پرستان هم به امیر مقابل بودند. همین که به دیگر طرف رفته ایستادن انقلاب را دیدند، به انقلاب خیانت کردن گرفتند، مثل اسد مخزوم، عبدالحمید آریپف و چپها و راستها و دیگر و دیگرها. فیض الله خواجه به کریم گفت که رفته تیاری بیند، پیش از همه به کرمینه و نورعطا رفته فتنه عبدالحمید آریپف را زیر کردن لازم است. پگاه از نظارت حربی فرمانی مخصوص و طرز عملیات را میگیری
گفت فیض الله خواجیف با او خیر و خوش کرده. پس از پسنده کردن این ماجرا بعد به طرفی اسد مخصوم می روی. این برای دسته‌ای کم تجربه‌ای تو یک مشق حربی می شود. اینک کریم از نزد فیض الله خواجیف برآمده فکر کرد که چیکار کند، کجا رود. یک همین روز و بیگاه برای او فرصتی خالی داده شده است. پگاه به فرمان منتظر شده به یوریش تیار شدنش لازم. پس وی قرار داد که کمتر کوچه و بازارها را دور زند و بعد به خانه نسیم جان رود. آن روزها لب حوض دیوان بیگی و رسته و بازارهای اطراف آن مثل اوله مرکزی سودای و تجارت، مرکزی تماشا و جمع آمد مردم بود. در شهرهای قدیمه شرق عجایب ترین، سیرآشوب ترین و مراق‌انگیز ترین جا بازار و رسته ها بودند و هستند. بازار این شهرها حیات و زندگی آنهاست. هم خرسندی و سرور، هم بدبختی و فلاکت از همین بازارها سر بر می زند. همه همدیگر را در بازار می یابند و همه حل تقدیر خود را در بازار می جویند. بازار جای سودا، تجارت، خرید و فروش، جای جمع آمد و خوری و ملاقات، جای وعده و وعید، جای عشق و محبت، جای شعر و سرود و تماشا. آن روزها در بخارا قدیمیگی هنوز برهم نخورده و آن با همه هستی ظاهری خود مستثنا از بعض نمودهای نو و منظرهای حیاتی نو دیگر به شهرهای قدیمه شرق مانند بود و بازارهایش هم. پیشتر بازارهای طرف ریگستان، طرف تیمنار و طرف لب حوض دیوان بیگی بود. حالا طرفهای ریگستان سوخته نابود شده اند، اما بازارهای اطراف تیمنار و اطراف لب حوض دیوان بیگی باقی بودند. پیشتر در گرداگرد حوض دیوان بیگی دکانهای پستی سرتراشی بود که حالا همه آنها را ویران کرده در طرف شمال حوض بینای کلوبی دو قبطه و خیلی با شکوهی ساخته بودند که آن را کلوبی میرزا نرزالله می گفتند. در طرف غربی حوض چایخانه و آشخانه ها قطار شده بودند. در صحن مسجدی دیوان بیگی مثل سابق حلوا فروشها، آب فروشها، دانشورک و نخودی بریان فروشها سودا کرده، مداحها، نیرنگ بازها و بعضاً داربازها معرکه می گرفتند، کارنامه نشان می دادند. کریم مداحی را دید که آدمی بسیاری را به گرد خود جمع کرده با شوق و حرصی تمام، بلکه از دل و جان درباره غزات و قهرمانی های حضرت علی نقل می کرد و در جایهای عجایب و شوق‌انگیز ترین حکایه نقلش را قطع نموده دست به دعا می برداشت و نظر و نیاز می پرسید. مردمی ساده که مفتون نطق و پردازکاری او شده بودند هرچی در کیسه و بغل داشتند برآورده به او می دادند و فراموش کرده بودند که برای چی کاری به لب حوض دیوان بیگی آمده بودند. همه محو و مات سخنگویی مداح شده بودند. کریم از خیال گذرانید که انا مثل همین مداح گپ زدن و مردم را به خود جلب کرده ایستاده به فایده حکومت شورایی تشویقات بردن لازم. در یک سوی صحن مسجد نیرنگ بازی با شاگرد خود مردمی بسیاری را گرنگ و حیران نموده به گرد خود جمع نموده بود
وی چشم شاگردش را با رومال سخت بسته به میان جایی دوره شینانده بود و با چوبچه‌ای دستنگیش به آدمان گوناگون اشاره کرده می پرسید: در سر این برادرم چی هست؟ شاگردش در حال جواب می داد: این کس تیلپک پوشیدگی. در تنشان چی دارند؟ می پرسید استا. در تنشان کلوچه شلوار دارند، می گفت شاگرد، و نظارگیان گرنگ و مات و محبود می شدند که آیا با چشمانی بسته این پسر چطور می بیند که در تنش چی پوشیدگی. کریم هم اول گرنگ شد، ولی پس تأمل کرده دانست که کلید اسرار در سؤال استا است. اگر پرسد که در سر این برادر چی هست، جواب آن البته تیلپک می شود. اگر پرسد که این کس به سرشان چی ماندگی، جوابش سله می شود. اما خلق عوام، خصوصا بچه ها، این را درک نمی کردند و با حیرت و تعجب به هنری نیرنگ باز تحسین و آفرین می خواندند. پس از تماشای نیرنگ باز، کریم به واسطه رسته کلان به طرف تی طاق صرافان روانه شد. در آن بین چنان آدم بسیار بود که وی به زور به خود راه می کشد، زیرا که این رسته از دو طرف با دکانها، مغازه‌های مالهای گوناگون و شیرینی فروشی، یخماس فروشی، ششلیک پزی، بیرژه سودای پول، بانک دولتی و پسش احاطه شده بود. کریم خواست که به ششلیک پزی در آمده کمتر شکم سیر کند، ولی باز خودداری کرد که در خانه نسیم جان هیچ چیز خورده نمی تواند و او خفه می شود. در طی طاق صرافان که آن روزها صرافها کم مانده بودند، ناخواست کریم به میرک واخورد که از طرف کمیته مرکزی می آمد. ها جوره مانده نشو، پرسید کریم با میرک واخوردی نموده. رفیق عباس علیف و کمیته مرکزی جیغ زده بودند. گفت میرک یک درجه با افتخار به تاشکند خواندنی فرستادن میخواهم. بسیار نقص. تو چی گفتی؟ من راضی، لیکن با مادرم مشورت کنم. گفتم مادرت راضی می شود البته. به خواندن رب جوره در تاشکند مکتب‌های نقص بودگیست. ملا شده می آیی؟ البته می روم، گفت میرک خرسندانه. وصیتی عمکی حیدرقل همین بود. کریم به قد و بست و گفتاری میرک نگاه کرده خود به خود خرسند شد. بچه شوخی دیروزه که پروای دو دنیا را نداشت چطور تغییر یافته است. اولش این که قدش بلند شده، کتفانش بهادرانه قفز گشته‌اند. معلوم که یک سال کاری مشکابی بیفایده نگذشته است. ثانیاً عقلش پررتر شده، محاکمه رانی‌هایش آدمانی کلان برین به معنی شده است. کریم فکر کرد که اگر میرک به تاشکند رفته درست خواند، در بین 3-4 سال آدمی در کاری و دولتی شده برگشتنش ممکن. آفرین، گفت کریم به وی. من باوری دارم که خوانده بیایی خودت صاحب یگان اداره می شوی. با یک لبنان صاحب می شوی گویید، گفته خندید میرک. البته نان هم می شود، کار هم می شود، منصب هم می شود، گفت کریم هم تبسم کرده. لیکن نقص خواندن لازم. هر روز و هر ساعت را غنیمت دانستن لازم است. البته گفت میرک. شما به کجا می روید؟ بیایید به خانه ما رویم. سلامت باش جوره، گفت کریم. من باید به خانه نسیم جان عمکت روم.
تو عصا را ندیدی؟ نه ندیدیم، گفت میرک. لیکن من البته به خانه اشان رفتم مصلحت می کنم. خیر، به مادرت سلام گوی. به تاشکند رفتنی شوی خبر ده، گسیل می کنیم. آنها از همدیگر جدا شدند. میرک به طرف حوض دیوان بیگی، کریم به طرف سیسو روان شد. واقعی به کمیته مرکزی جیغ زده شدن میرک از طرف عباس علیف همین طور شده بود. یک روز در وقتی تنفسی نیمی روزی که مشکاب ها در سری حوض نشسته دم می گیرند، میرک خود از خود دلش تنگ شد و به دوره مشکاب ها ننشسته در سایه درختی توت به بالای صوفچه سنگی یکی و تنها نشسته به خیال فرو رفت. آن روز از وفات حیدرقل 2 ماه رسا گذشته بود. 20 روز پیش از این یار و دوستان در حولیچه وی جمع شده چیل کردند، آب و آش کردند و از نیکی های وی گفتگو کردند. میرک در همین عمری کوتاه خود 2 تلفات کلان داد. یکش پدرش بود که او را خیلی دوست می داشت و گمان می کرد که پس از وفات پدرش وی زنده نمی ماند. دومش حیدرقل بود که او را هم مثل پدرش می دانست. با مردن پدرش یک قناتش شکسته باشد، انا حالا قنات دومش هم شکست. اکنون وی تمام بی متکا و بی کس شده ماند. اکنون یک مصلحت گو و راهنمای عاقل ندارد. اکنون تا می توانست بسیارتر کار می کرد و بسیارتر پول پسنداز می کرد. همه بازیافت خود را به مادرش برده می داد. این پولها را سرشته کنید، می گفت. اگر من به خواندن رفته مانم یا خدا نکرده کسل شده مانم در کار می شود. بله، خواندن، آرزوی خواندن در یک کنج دلی وی همیشه خانه کرده بود. وی می خواست خواند، وصیت پدر و حیدرقل را اجرا کند، اما او را به خواندن کی می فرستاند؟ به کجا؟ در خود بخارا خواندن ممکن می گویند که مکتب دارالمعلمین گشاده شده است. در مدرسه کوکلتاش هم لباس، هم خوراک، هم جای خواب، هم پول می داده است. اما به آنجا در آمدن آسان نبوده است. اگر یگان پشت و پناه کس باشد، با مدیر مکتب گپ زنان کرده برده ماند، گپی دیگر نباشد خود کس رود قبول نمی کنند. مردم همین طور می گوید. کی می داند این راست است یا دروغ؟ ها جوره، گفته به او خطاب کردنی باقر جان او را به هوش آورد. میرک سر برداشته دید که به نزدش جوره نزدیکش که در مکتب توران همراه می خواندند آمده است. وی خرسند شد و از جایش دویده برخاست و باقر را آغوش کرده برداشته ماند. بیا بیا جوره جان، گفت وی، خیریت که تو را می دیدیم. هیچ درکت نمی نمایی؟ انا آمدم، گفت باقر. چند روز شد که در سراغ تو می گردم. به حوریتان روم، می گویند که به سری حوض رفت. به سری حوض بیایم، می گویند که به سری حوض دیگر رفت. در چند جای کار می کنی جوره؟ ای نپرس، روزگار که به سرت افتاد بعد می دانی. به سری من روزگار از تو پیشتر افتادگی جوره، لیکن من این قدر جان نمی کاهانم. زندگی یک نوعی کرده می گذرد. خیر، گپ همین که من به خواندن می روم و تو را هم با خودم می برم. خوش، گفت میرک حیران شده. این گپی تازه کو؟ ها، گپی تازه، تأکید کرد باقر. 2-3 روز پیش از این مرا از یچیکی کمسمانی به کمیته مرکزی به پیش عباس علیف بردند.
عباس علیف گفت که رفته جورید میرک سیدف را و باز یک دو جوره دیگرت را یافته بیا، همه اتان را به تاشکند خواندنی میفرستانیم. من قبول کردم و به جستجوی تو در آمدم. عباس علیف خودش که مرا از کجا میشناسد؟ عباس علیف یکی از کلانهای کمیته مرکزی، کارهای معارف و مکتبها در دست وی. تو را عباس علیف میشناسد البته. تو پسری سید پهلوان. دروغت مانده است و گوی که با خودت 3 نفر دیگر همراه نیابی تنها نمی فرستانیم گفتند. خیر، هر چی گوی اختیارت، لیکن به خواندن می روی یا نه؟ می روم. نباشد 3 روز بعد اولی پگاه به کار نبرآمده مرا در خانه منتظر شو. اگر به خواندن روی بعد آبی آنها را کی می کشاند؟ رفتنم انیق شود قراری ها را به کسی دیگر می سپارم. مایلش گفت باقر، پس از 3 روز تو را از خانه‌ات می یابم. پس از 3 روز آنها به بینای کمیته مرکزی رفتند که در دم دروازه باز 2 نفر بچه دیگر به آنها منتظر ایستادند. هر 4 به کابینت عباس علیف که مدیر شعبه تشویقات و ترغیبات کمیته مرکزی پارتی کمونیستی بخارا بود در آمدند. عباس علیف آنها را با روی گشاد قبول نموده چون دوستی صمیمی صحبت کرد. گفت که در تاشکند مکتب بسیار نغز درهای خودش را به آنها می کشاید. خوابگاه، لباس، پول می دهد، نغز می خواناند و ملا می کند. راهپولی و دیگر خراجات را کمیته مرکزی می دهد. مایلش گفت عباس علیف، رفته اجازت طلبید. اگر بعضی پدر و مادران نافهمی کرده مانع شوند آنها را به نزد من گرفته بیارید، یا آمده گویید ما خودمان آنها را جیغ زده می فهمانیم. البته راضی می شوند. به کمیته مرکزی به نزد خودی رفیق عباس علیف جیغ زده شدند و به مکتب عالی کارگران تاشکند روانه شدند. چنان به میرک روح بخشید که قدم ماندنهایش دیگر شده رفت. وی در طی طاق صرافان با کریم واخورده خرسندی خود را اظهار نمود و باوری داشت که مادرش هم خرسند شده به رفتنش رخصت می دهد. کریم از میرک جدا شده خیال کرده روان پیشانش چین شد. حیدرقل را یادآوری کردن میرک خیالهای او را پریشان کردند. چندگاه شد که موی سفید را در قبرستان شهیدان راه انقلاب گور کردند، لیکن کریم همان روزها 2-3 بار به سر قبر رفت و دیگر دستش نرسید. وی قرار داده بود که پیش از سفری با سون البته به سر قبر می رود، با موی سفید خیر و خوش کرده بعد به سفر می براید. اکنون که نقشه های وی تغییر یافتند باید همین روز نشود پگاه سحر قطی به سر قبر رود، یک دسته گل گذارد و ساعتی با خاطره آدمی پرزور و مقتدر صحبت کند، شاید که کارهایش رونق و برار یابند. بله، حیدرقل آدمی اندک مندک نبود. فداکاری راه انقلاب، کمونیستی حقیقی و انسانی پر اقتدار بود. اگر وی نمی مرد چون پدری غمخوار به وی راهنما و دستگیر بود. میخواست با وی یک جایه به تار و مار نمودنی اسد مخصوم رود، با مصلحت و یاری خود دم غلبه را نزدیک کند. افسوس که به مقصدش نرسید. نه، اما که حیدرقل عموماً به مراد و مقصدش رسید. غلبه انقلاب را دید. اکنون کارهای مانده رفته او را کریم
عصا، نسیم جان، میرک و صدها جوانانی دیگر که دست پروردی وی هستند به جا می آورند. دسته اسد تار و مار می گردد. کریم باز عایشه خود را می یابد. با این خیال ها بند شده به سیسو رسیدن خود را ندانسته ماند. وی می خواست به سوی رسته چینی فروشی برگردد و به طی طاق تیلپک رود. می خواست برای سفر یک تیلپکی برگی سگلابداری بخاری دوست خرد. ناگاه از قفایش آوازی نسیم جان را شنید که هوی حکم الله گفته او را جیغ می زد. کریم ایستاد. نسیم به وی رسیده گرفت. به کجا؟ پرسید نسیم. به طی طاق تیلپک گفت کریم. یک تیلپکی کاری کلان خریدنی. ها گفت نسیم. من گمان کردم که جوریم راست به خانه ما می رود. خیر میلش، بیا من به تو یک تیلپکی نغز و اعلا خوش کرده گرفته دهم، بعد به خانه می رویم. میلش رفتیم. آنها در تکی طاق تیلپک از تیلپک فروشی خوشمویلب یک تیلپکی پوست قراکوری ارزان بها خریدند و به واسطه رسته چیلانگران به حولی نسیم جان روان شدند. تیلپک به تو چی در کار؟ گفته پرسید نسیم جان. در بایسون در کار می شود گفت کریم. نسیم جان مقصد او را فهمید و دیگر نپرسید. در حولی ما هیچ کس نیست گفت نسیم جان. خاریم با دخترهای کلوب زنها به چارباغ رفتند. یک دو روز میوه و هوای تازه خوردند. عبدالله بای هم به قشلاق رفتگی. خانه به قول مردک به مادرشو. خودمان آشپز، خودمان مهمان. ها واقعا حاضر عصا و فیروزه هم باید بیایم. مهمانداری کلان می شده است دیگه؟ ها مهمانداری کلان. پیش از سفر با دوست ها یک صحبت کنیم. اپا فیروزه از کلوب رفتگی می گویند. راست می؟ ها راست گفت نسیم. اپا فیروزه کلان شدند. یک باره به کمیته مرکزی به شعبه زنان مدیره تعیین کردند. کریم خرسند شد. وی عصای و فیروزه را خیلی دوست می داشت و غصه می خورد که چرا فیروزه را به کارهای کلان تعیین نمی کنند. وی باوری داشت که فیروزه از یک قسم ناظران ناعهده برا 1000 بار بهتر کار کرده به جمهوریت فایده های کلان رسانیده می تواند. درست شده است که او را به کمیته مرکزی گرفتند. اپا فیروزه گفت کریم. در همین کلوب زنها هم از دیگرها کلانتر، وزن کارشان بیشتر بود و در همین جا نشسته چقدر کار می کردند. بیدرک نبود که نظام الدین بر این کسان به وی مقابل بودند و همیشه برای پیشروی او غو می شدند. راست راست. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 27-ро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.